ایشان ها از ملاها چی برتری دارند و در دعاخانه با کدام از اینها پشت گذشته اشان یاری میدهد؟ خلاصه شفا از کجاست؟ این برادر ما خیلی برادر ساده، که مسلمان همه وقت ساده می شود، مسلمان زیرک نیست. راستی بار نه ملا را پشتش فایده می کند نه ایشانه، نه با پشت ما نازیم و نه با پشت هامان افتخار داشته باشیم. افتخار به پشت کردن میلش من شما را باز نمی دارم. اگر پدر شما یگان آدم خوب گذشتگی بود، بسیار خدمت کرده است، میلش یادش کن گوی بسیار آدم خوب بود، خدمت کرد، لیکن با وی تکیه نکن. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. پدر لایق تعریف و ستایش است، میلش مثل پدر شو، لیکن با او تکیه نکن که وی در قیامت از تو پشتیبانی کند و او تو را شفا بخشد و او برای تو کمک کند. این در برادر عزیز تکیه نکن. افسوس امروز بسیار برادرای ما و شما ذاتی که لایق تکیه هست، ذاتی که لایق حمد است، اون ذات فراموش کردیم و تکیه بر انسان میکنیم، کمک از آدم میطلبیم. بسیار بسیار نادرست است. برادرای عزیز، من چندین موعظه ها را تاکید کردم، یگانه تکیه بر خدا کنید، از خدا کمک طلب کنید. برادرای عزیز، من برای شما ببین حضرت موسی را مثال آورم. حضرت موسی زمانی که پیغمبر بود، فرعون پادشاه بود. فرعون دعوای خدایی داشت. الله به این بنده ناسپاس خیلی مهلت دراز داد تا زمانی که انا ربکم الاعلا گفت، من خدای بزرگ هستم گفت. تا همین زمان الله این ناکسه مهلت داد، شاید که روز از روزها به سوی الله بازگردد، لیکن نگشت. وقتی این سخن گفت، الله در خشم شد، در غضب شد. حضرت موسی را فریاد داد، گفت اذهبا الی فرعون انه طغى. سوره طه آیت های 41 42 43 همچنان است. اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خداوند به موسی امر کرد، ای موسی، برادرت هارون بگیر، به قصر فرعون برو، فقول له قولا لینا. این عبرت برای واعظه است. وقتی که با فرعون روبرو میشوی، ویا دشنام نده، ویا ناکس و بدبخت نگو، بلکه با او با سخن نرم صحبت کن، با سخن نرم، درست معامله نکن. ولی بسیار پیشواهای ما در موعظه هامان بعد سخنهای درست استفاده میبریم، سخنهای قبیح استفاده میبریم که این اسلام رخصت نمیدهد. با موسی که دعوای خدایی کرد، ملایم رفتار کن، با سخنهای نرم و یا به سوی الله دعوت کن که تو بنده خدا هستی، تو خدا نیستی. حضرت موسی چی گفت؟ ببین، قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسی چی میگوید؟ پروردگارا پیش فرعون رو؟ گفت بله پیش فرعون برو. گفت پروردگارا من میترسم این که مبادای فرعون بالای من قهر و غضب نکند، میترسم. الله چی گفت؟ اکو یاری رسانه ببینین، کمک رسانه ببینین. اگر حضرت موسی
با پدر و با برادر و با همون پیش و قومیتش تکیه میکرد، به خدا قسم فرعون تیکه تیکش میکرد. لیکن الله چه گفت؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. موسی گفت رو گفت و پیش این جاهل آزاد گفت، پاسباناش نپرس، راست به داخل قصرش درا گفت، ناترسیده گفت اننی اسمع و ارا، من که پروردگار تو هستم، رفتن تو را به قصر میبینم و صحبت تو را گوش میکنم، من همراه تو هستم، نترس. ببین موسی وقتی این مژده را، این بشارت که از خدا گرفت، دیگر برای موسی اون پاسبان ها و آن راهزن هایی که اطراف فرعون گرفته بودند هیچ تکانی نداد. ببین وقتی که موسی نزد فرعون در آمد، بشارت پروردگار الله در نظارت این مجلس قرار دادگی است، الله نگاه دارد. فرعون چی میگوید؟ فرعون رد کرد، فرعون قبول نکرد که داره استفاده ببر. موسی گفت من قوه، هر چیزی که دارم الله دارم. و گفت میلش هر چیزی که داری به میدان برار. ببینید دویم حکمت، ببینید دویم بزرگی الله را شما تماشا کنید برادرای عزیز. 70 تن از جادوگرها را فرعون جمع کرد، جادوگرهای وزنین ترین، سخت ترین. میدان روز عید بود، همه جمع شد. حضرت موسی گفت چاشت، در وقت چاشت گفت مردم جمع کنید، یعنی روشن شود تا که مردم قدرت الله را با چشم ببینند. حضرت موسی یک عصا در دستش داشت، معجزش این بود که وای اژدها میشد، هر چی که می آمد تناولش میکرد، نابودش میکرد. 70 تن، این قصه قرآنی است، والله الان سوره صافات است. تمام 70 جادوگر گفتن اول شما شروع کنید. موسی گفت نه شما شروع کنید، هر چی دارین گفت شروع کنید. بعد جادوگرها ریسمانها داشتن، عصا داشتن، چوب داشتن، سر دادن در میدان. وقتی که سر دادن همگی اون اژدها رو مار شد، هجوم به سوی حضرت موسی کردند. حضرت موسی را مفسرای قرآن در قرآن میگویند که وجودش ترس فرا گرفت، ترسید. لیکن الله چی گفت؟ لا تخف انک انت الاعلی. ای موسی نترس، تو بالای اینها غالب می آیید، بی پروا باش، عصا تا سر گفت. وقتی عصا را حضرت موسی سر داد، همگی ریسمان و آن چیزی که در همون میدان بود همش نابود کرد، تناول کرد. ببین کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. الله اگر با این پشت اگر ارواحش و باباش بیچاره تکیه میکرد، باور کن خدا دانا بود که اونجا چی حادثه رخ میداد. حضرت ابراهیم علیه السلام، نمرود دعوای خدایی کرد، آتش افروخت، میدان عراق در عراق مفسرای قرآن میگویند عراقی که امروز بیچاره‌های مسلمان سرسان و سرگردانند، عذاب دارند، مشقت دارند. خدا همه آن دهشت و وحشت از ملک اونها برداشته گرداند. روز آسوده و روز خوش خدا برای مسلمانای عراق هم نصیب گرداند. و هر کسی که برای مسلمان چاه میکند، بر پیش او میخواهد که در عذاب مسلمان رو برو شود، خدای در چاه کندگیشان خودشان خدایا داخل گرداند. آتش کلان افروختند، آنچنان کلان بود که پرنده ها در آسمان دیگر پرواز کردن می توانستند. ابراهیم آوردند، باید در آتش پرتایند، لوب لوچش کردند. نمرود میگه وقتی که زینت ابراهیم، زیبایی ابراهیم دید، گفت ابراهیم اینقدر زیبا هستی تو، چی می شود که تو از همین دعوای خودت گردی و مرا خدا گویی تا که من تو را در آتش نپرتام. حضرت ابراهیم گفت زر خالیس هیچ وقت در آتش نمی سوزد. قصه کوتاه، حضرت ابراهیم در صندوق انداختند،
اکنون حواله میکنند باید که در بین آتش زند. وقتی در آسمان برداشتنش میکائیل آمد، میگوید میکائیل، ملائکه شمال و ملائکه برف و آب همه در دستش. گفت ابراهیم اگر خواهی گفت الحال ابر را پیدا میکنم، تمام این آتشی که چند ماه میسوزد به خاکستر مبدل میگردانم. ابراهیم گفت قسم به خدا من به تو احتیاج ندارم. قسم به خدا گفت من به تو احتیاج ندارم. گفت ملائکه شمال آمد. ابراهیم خواهی اگر همین آتش به خدا قسم در خانه آن دشمنهای تو همگیش داخل بکنم. گفت قسم به خدا به تو هم گفت احتیاج ندارم. میگه جبرائیل علیه السلام به طاقت شد. خدایا مرا رخصت نمیدهی که تا که به ابراهیم کمک کنم. وقتی جبرائیل میگه پایان شد، گفت ابراهیم گفت من برای کمک تو آمدم. کمک میخواهی؟ گفت آن اللهی که مرا آفرید، آن الله با علم خود میداند که ابراهیم در کدام احوال قرار دارد. به این خاطر دعا میکنم که انت واحد فی السما و انت واحد فی الارض. خدایا تو یگانه در آسمان هستی، خدایا تو یگانه در زمین هستی. سبحانک لک الحمد، پاک هستی تو، از برای تو حمد است، از برای تو ستایش است. هرچی که اگر پستی زدم الله فقط به تو رو می آرم. خدای خود رو دیده ایستاده ای. ببین وقتی الله صدای ابراهیم شنید به این آتش چی گفت؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش گفت زمان ابراهیم در داخل تو میزند، برای ابراهیم من خنک شو و چمنزار بگرد. آتش به همون چی شد؟ روبرو شد. کمکی کرد؟ الله کرد. برادر عزیز و گرامی، قصه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابو جهل چی پلان کشید؟ شب نابود میکرد پیغمبری خدا را. لیکن الله چی گفت؟ ای حبیبی من یک خاک در دستت بگیر، بیرون شو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. شوف کن بالای چشم این مشرکا پرتاب. کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. وقتی در غار در آمد ابوبکر صدیق میلرزید از جانب رسول اکرم. لیکن رسول اکرم چی گفت؟ لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نترس، گفت چی میگوی در حق دو نفری که سیوم او خدا باشد؟ چی میگوی؟ گفت چی میترسی؟ دادرای عزیز، هیچ وقت تکیه بر هیچ کس نکنیم، فقط روی به خدا بیاریم، فقط کمک از خدا طلب. اگر جمله جهانم خصم گردد نترسم چون نگهبانم تو باشی. شاعر میگوید اگر جمله جهانم خصم گردد، همه دنیا اگر دشمن من شوند نترسم چون نگهبانم تو باشی. هیچ وقت نمیترسم زمانی که نگهبانم تو باشی. زی شادی در همه عالم نگنجم اگر یک لحظه غم خارم تو باشی. اگر یک لحظه غم خارم باشی به خدا قسم دنیا و آخرت برای من شادی میبخشد، برای من شادی میآرد. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد. در آشخانه شهر کراچی پاکستان نشستگی بودیم، آشخانه افغان ها بود. در همون دیوال همین مصرع ها را من یافتم، از همونجا کتابت کردم. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت زکی میخواهی آنجا که خدا باشد. آنجایی که خدا هست حاجت به کی میبری؟ دادر عزیز، آخر نخواه که همین چوی توغ برای تو فایده بخشد. کی بیدار میشه؟ کی از همین شرکیات شما دور میشین؟ نخواه جای خدا باشد یک موره چشمی در گردن گاو تو، در گردن خود تو، در گردن کودک تو، در گهواره های کودک کشال باشد. آخر شما نخواه که از این چیزهایی که غضب خدا را بیدار بکند شما رجوع به منها کنید. دادر عزیز، رو به خدا بیارید، از خدا کمک طلب کنید، انشاءالله الله شما را کمک میکند. دادر عزیز، نه ایشان پشتش کمک میکنند نه ملا را. کمک کننده ما الله هست. السلام علیکم حاجی مرزا. سوال من تکرار است، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گویید. پیشوای عزیز، در مسجد ما نماز خفتن را 1 ساعت بعد از نماز شام میخوانند و ما با مؤذن میگوییم چرا 1.5 ساعت نمیستید؟
مؤذن به ما میگوید که طاقت نداریم، اما اذان رو میشنویم لیکن نمیرویم. ولی میخواهیم که شما درباره این سوال ما جواب انیقش را دهید. با احترام مخلصان دائمی شما از شتل در حق ما دعا کنید. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. دادر عزیز، عبدالله ابن مسعود من حدیثش گفته بودم که از حبیب خدا پرسید ای العمل احب الی الله، کدام عمل محبوب خداست؟ رسول الله چی گفتن؟ الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن. همین قوم ما 1.5 ساعت بعد شام نماز خفتن میخواند، همش طاقت دارند، هیچ چیشان نشد از الحمدلله که وقت چون خوش نماز میخوانند از پی خانهشان میشوند. همه این برادرای عزیز روز به روز ایمان ها ضعیف شده ایستاده است. روز به روز شریعت ما آن چیزی که طبیعت ما میگوید به طبیعت خود ما رفتن میگیریم. آن چیزی که اسلام میخواد، قرآن میخواد، به او ما و شما روی نمیاریم. خدا رحمت کند صوفی الله یارا، دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. ظاهر تا میبینن میگوین از تو در ایشان، از تو در ملای خوب نیست، لیکن باطن خود مکر و فریبی ها. داخلت آنقدر مکر دارد، آنقدر مردم فریب کرده ایستاده ای که دیگر هیچ حساب ندارد. حضرت صوفی الله یار خطاب میکند به اینا، چی میگوید؟ این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. او خدا پروای این عبادت تو ندارد. اگر کنی بجا بیاری خوش به حالت، نکردی دادر عزیز بعد هم 1 ساعت هم رفته از جماعت دور نمانین، با جماعت نمازاتون نخوانین. السلام علیکم دوله عزیز و گرامی. آیا حدیثی هست که میگویند از نام پیامبر حب الوطن من الایمان؟ حدیث پیامبر هست یا نه؟ حب الوطن من الایمان، من بار اینه برای شما گفته بودم، در اطرافش اختلافی زیاد است. خدا رحمت کند علی قاری را در کتاب موضوعات آورده است. خوب میشد که حب الوطن من علامت الایمان میگفتیم، اینش بهتر بود. باز از علامت ایمان دوست داشتن وطن است. وطن مون دوست میداریم، وطن مون احترام میکنیم، برای وطن مون بهبودی میاریم. آن کسانی که در این وطن ما زندگی میکنن نیکخواه اونها هستیم. برای من این یکون جای غلطش نیست دادار عزیز.